بغضاً لأبیک علت قتل سید الشهدا علیه السلام. بغض امیرالمؤمنین در جنگ بدر و احد و احزاب و خیبر رو داشتن که شمشیر کشیدن بر سید الشهدا علیه السلام. عبارتی در دعای ندبه واقعا حائز اهمیت که میخونیم فاودع قلوبهم احقادا بدریه. این قلبهای کسانی که بر سید الشهدا علیه السلام شمشیر کشیدند و باعث فقتل من قتل شدند، علتش حقد و کینه بدر و خیبر و احد و احزاب بود. همون کینه‌ای که حضرت فاطمه صغرا سلام الله علیها فرمودند ان سیوفکم تقطر من دمائنا لحقد متقدم. شمشیرهای شما از خون ما لبریزه به خاطر کینه دیرینه.